سلام دوستان و هنرجویان عزیز، خیلی خوش اومدین به جلسه اول آموزشی ما. اگر ویدیو قبلی رو دیده باشین متوجه سرفصل‌های ما میشین. قدم اول ما تاریخچه فلزات گرانبها میشه. اولین فلزی که با هم مرور میکنیم طلا هستش. طلا در حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح توسط سومریان در بین النهرین کشف میشه. در 4000 سال قبل از میلاد مسیح اولین معدن طلا کشف میشه. در 3900 سال قبل از میلاد مسیح تونستن طلا رو برای اولین بار ذوب کنن و در 2000 سال قبل از میلاد مسیح تونستن طلا رو به صورت خالص تولید کنن. در 1200 سال قبل از میلاد مسیح طلا رو با فلزات دیگر تونستن آلیاژ کنن. در 300 الی 600 سال قبل از میلاد مسیح مصریان تونستن که دندون طلا بسازن. البته همه این دانستنیان مربوط میشه به اکتشافاتی که در مقبره ها پیدا کردن. در 300 سال قبل از میلاد مسیح رومیان با تکنیک خاص از طلا تونستن رنگ بگیرن و رنگ طلا درست کنن. همکنون از اون رنگ هنوزم که هنوزه در صنعت کاشی سرامیک استفاده میشه و طلا از مهمترین استانداردهای پولی جهانی هستش و به عنوان سرمایه ملی استفاده میشه ازش. بخش دوم ما مربوط میشه به پلاتین، فلز سنگین با دمای جوش بالا، دمای ذوب بالا. پلاتین 700 سال قبل از میلاد مسیح توسط مصریان یا همون سومریان کشف شد به صورت دونه‌های ریز همراه با طلا و خانواده پلاتین در مقبره ها که اینجایی که کشف کردن خلاصه پیدا کردن. و اینکه در مرحله دوم سرخپوستان آمریکای جنوبی بودن، اونا هم اصلا از وجود پلاتین اصلا خبر نداشتن، از فکر میکردن شاید ممکنه نقره باشه، ولی به علت رنگ جذابی که داشته جذب میشدن و جمع آوری میکردن. احتمالاً شاید هم خواستن ذوب کنن و به علت دمای ذوب بالا نتونستن ذوب کنن. ما اصلا از این چیزا خبر نداریم. در تمدن سرخپوستی در آمریکای جنوبی عمدتاً اکوادور و کلمبیا پلاتین هم به صورت ذرات ریز همراه با طلا کشف شده. فاتحان اسپانیایی وقتی که به آمریکای جنوبی سفر میکنن پلاتین رو خیلی تحقیرش میکنن چون به اندازه خیلی ریزی بود و اسم پلاتین رو براش میذارن و پلاتین همون به معنای نقره کوچک هسته. سال 1735 یک دانشمند اسپانیایی به نام آنتونیو د اولئا رسما پلاتین رو معرفی میکنه و شیمیدانهای اروپایی هم در مورد خصوصیات فوق‌العاده پلاتین صحبت میکنن، در مورد دمای ذوبش، در مورد دمای جوش بالایی که داره و در مورد چکشخواری و رنگ زیبایی که داره. در سال 1803 یک دانشمند انگلیسی به نام اسمیت تنانت مستقل بودن عنصر پلاتین رو اعلام میکنه و بعد از پلاتین پالادیوم و ایریدیوم هم کشف میشه. راستی دوستان فراموش نشه این پلاتینی که ما ازش داریم اسم میبریم ازش اون پلاتینی نیستش که در شکسته بندی ها استفاده میشه، در بیمارستان استفاده میشه، چون فوق‌العاده گرون میشه اونطوری اگه بخوان از این پلاتین استفاده کنن. پلاتین منظور از همون خانواده پلاتین میشه. ممکنه پالادیوم باشه، اسمیوم باشه یا ایریدیوم باشه یا رادیوم باشه. البته رادیوم نمیتونه باشه، رادیوم بسیار گرونه، احتمالاً همون پالادیوم میتونه باشه. بخش سوم مربوط میشه به نقره. نقره در 3000 سال قبل از میلاد مسیح توسط سومریان کشف شده. در 2500 سال تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح توسط ایرانیان از روش کوپولاسیون از سنگ معدنی گالن که همراه با
نقره همراه با سرب می باشد. تونستن نقره رو جدا سازی کنن و نقره خالص تولید کنن. یه عصری داریم در آمریکا، عصر نقره در آمریکا. تا وقتی که اروپایی‌ها به سمت آمریکا حرکت کردن و معادن زیادی از نقره رو کشف کردن، پوپلاسیون بر اساس اکسید شدن فلزات پایه مثل سرب، قل و مس می باشد و پایداری نقره و طلا. کاپل ظرف متخلخل ساخته شده از استخوان، خاک دیاتونه و مواد معدنی هستش. مکانیسم این ظرف زمانی خودش رو نشون میده که طلا، نقره به همراه فلزات پایه در این ظرف با حرارت 1000 تا 1100 درجه ذوب میشن. در این دما فلزات پایه به صورت مایع در میاد و به سمت کناره های ظرف رونده میشن و در اون دما سرب و قل ما به صورت بخار در میاد و مس به منفذهای متخلخل داخلی ظرف میچسبه و طلا و نقره ما در وسط باقی میمونند. آخرین بخش ما مربوط میشه به فلز مس. مس در 3300 سال تا 4500 سال قبل از میلاد مسیح آثاری که هستش و آثاری که کشف کردن مربوط به اون سالا میشه. اولین فلزی بود که در اندازه خیلی وسیع از مس استفاده میکردن، چه برای ظرف و ظروف چه برای زیورآلات. و در 3500 سال قبل از میلاد مسیح بشر تونست از سنگ مالاکیت و آزوریت مس استخراج کنه و ترکیب از مس و قل که میشه همون فلز مفرق رو تشکیل میده و ما عصری داریم به نام عصر مفرق. مفرق همون ترکیبی از مس و قل می باشد. خب دوستان، این بود پایان سرفصل اول ما. تا درس بعدی، خدا نگهدار.